یک کسی از ما سوال کردن که چطور انگلیسی رو یاد بگیریم. خب انگلیسی خیلی ساده است، یاد گرفتنش خیلی ساده است، مثل بقیه زبان نیست که حالا از پنجره درایی از در برایی، ولی قانون خود داره، قانون اساس خود داره که از در باید درایی، از در باید بیرون برایی. همچون منظم است، مثل زبان دوچ یا جرمنی نیست که مثلا در بعضی حالات از پنجره داری، در بعضی حالات از دروازه، یعنی هر طور که دلت شد مقصد. نه، ولی انگلیسی ساده تر است، ترکیب اساسی داره. ولی در جواب اون دوست ما باید بگم که میخواستم در قالب بوده گپا بگم. خب 5 مورد که شما باید خیلی در نظر بگیرین. همیشه برای یاد گرفتن انگلیسی باید 5 مورد در نظر بگیرین. اول اینکه شما هر روز اصطلاح باید حفظ بکنین. اصطلاحات همیشه بیانگر یک متن است، یعنی جوابگوی یک متن است. expressions، اصطلاحات، عبارات، ضرب المثلات و لغات. expression، idioms، proverbs and words. این مورد خیلی مهم است. شما باید این کارا رو بکنین، اینا را هر روز باید حفظ بکنین. نظر به توانتان باید حفظ بکنین. خب پنجمش که خیلی مهم است. The fifth one is really important, so in this case you should pay attention. The پنجمش باید دقت بکنین. پنجمش چی است؟ شما این کارتون رو باید تداوم بدین. You must continue. Whatever you do, you must continue. کاری که شما میکنین باید تداوم بدین، هر روز باید انجام بدین. این رو میگم در رابطه با زبان میگم. در دیگه مهارت رو من کار ندارم، چون من خودم زبان میفهمم، یک مقدار زبان شناس هستم. بناهن در رابطه فقط با زبان میگم که شما اگه میخواین زبان یاد بگیرین باید تداوم بدین، هر روز لغت حفظ میکنین، هر روز حداقل 20 تا عبارات حفظ بکنیم. اصطلاحات، پروورب یعنی ضرب مثلات واقعا اینا همهشون بیانگر یک متن هستن بجز لغت دیگه خب طبعا دیگه به در خودتون میخوره تا چیتون حرفتون یا مثلا کلامتون بالاتر بره. یعنی ادامه دادن لغت هر روز مهمترین اصل است که شما خیلی مراعات بکنید. این پنجمش بود که من بر شما گفتم. مثلا شما چرا مثلا عبارات حفظ میکنید؟ مثلا میگه honesty is the best policy. honesty is the best policy. صداقت بهترین شیوه است. این مسئله است. یا مثلا میگی what is